سلام به همگی. تقریبا یک ماه و 5-6 روز پیش کار ساخت این مجموعه رو شروع کردم با دوستان و امروز بالاخره تموم شد. یه خورده این سری سخت بود به خاطر بارندگی شدید و سرمایه هوا، ولی بالاخره تونستیم امروز تمامش کنیم و داریم خورده کاریاشو انجام میدیم. تماما از چوبای ضد آب و به قول معروف رد سیدره که عمر خیلی طولانی داره. به خاطر اشرافی که این مجموعه به این قسمت از ونکوور داره، این 2 شیشه محدب هم توش کار کردیم که بچه ها بتونن وقتی میان اون بالا این قسمت رو، دریا رو به راحتی ببینن. این پله ها رو داره 2 سرسره داره. خدمتتون بگم این قسمت رو داره که میتونن ازش بالا برن و این پله های سخت رو داره که با طناب خودشون رو بالا میکشن. قشنگه، کار تمیزی در اومد. فعلا تا کارهای بعدی که بتونم بسازم و دوباره فیلم بگیرم بفرستم.